و وبسایت پامیر اینسایت که حادثه ولایت بدخشان را بازتاب می‌دهد از مرگ یک فعال دیگری بدخشانی در زندان در تاجیکستان خبر داد. این رسانه روز 24 اوگوست نوشته است که باخشا ایمتشوی 67 ساله هنوز ماه فوریه امسال در زندان خوجند درگذشته است، ولی خبر مرگش همین نو دسترس شد. از اول امسال درباره مرگ چند فعال زندانی از بدخشان گزارش رسید و در این باره پیش از برنامه با همکارم کیومرث سیاتو صحبتی داشتم و اول از او جزئیات خبر را پرسیدم. بله طاهر، طور اشاره کرده در 8 ماه اخیر خبر مرگ 5 فعال زندانی از ولایت بدخشان در زندانهای تاجیکستان رسانه‌ای گشته است. مرگ قلمحمد پلویف، اصلان گلابوف، مظفر دولتمیروف، ایرانشاه محمد رحیموف و باخشا ایمتشویف. 4 نفری آنها در سال 2022 و پس از عملیات نیروهای دولتی در روشان خروق دستگیر و به مهلت‌های طولانی حتی حبس یک عمری زندانی شده بودند. مقامات آنها را به تروریسم و جنایت‌های دیگر گناهکار کردند، ولی نزدیکانشان خلاصه دادگاه را نپذیرفتند. باخشا ایمتشویف به نوشته پامیر اینسایت سال 2023 بعد از بازگشت از روسیه دستگیر و با اتهام همکاری با سازمان‌های فعالیتشان ممنوع به 6 سال حبس محکوم شده است. منبع‌های رسانه گفتند که وضع سلامتی باخشا ایمتشویف روز 26 ینوری امسال بد شده تقریبا 1 ماه در حالت بیهوشی در بیمارستان ولایت سوغد بود و در همانجا جان داد. مقامات این خبر را شرح ندادند و رادیوی آزادی جستجو را در این زمینه ادامه می‌دهد. و پیشتر از این خبر 8 سازمان بین المللی مرگ زادگان ولایت بدخشان در زندانها را محکوم کرده از مقامات تاجیکستان خواسته بودند سرکوب پامیری ها را بس کنند. کیومرث، شما که اظهارات را دیده بودید و نگرانی حامیان حقوق بشر بیشتر از چی هست؟ نگرانی 8 سازمان معتبر بیشتر از مرگ فعالان بدخشانی در زندانهای کشور است. حامیان حقوق بشر شرایط نامناسب بازداشتگاه ها، عدم دسترسی به یاری پزشکی و مرگ دستگیر شده ها را از مشکل‌های ادامه‌دار در تاجیکستان نامبر کردند. مقامات تاجیکستان طور گفتیم تاکنون درباره مرگ پی همین زادگان بدخشان صحبت نکردند و تنها در نیمه اول ماه اوگوست وزیر عدلیه مظفر اشوریان به خبرنگاران گفت که محبوسان بیمار را تبابت میکنند و برای این کار شرایط هم دارند. سازمان‌های حامی حقوق بشر در ادامه از آن نارضایی کردند که رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه مارس امسال تقریبا 900 زندانی را عفو کرد، ولی مراجعت‌های به تکرار را درباره رهایی فعالان بدخشانی نادیده گرفت. سازمان‌های بین المللی عادتاً در گزارش‌های خود طلب و پیشنهادهایشان را با حکومت در میان می‌گذارند. از همکارم کیومرث سیاتو همچنین پرسیدم آیا در بیانیه تازه حامیان حقوق پیشنهاد صدا داده است و آیا حکومت تاجیکستان واکنش کرد؟ بله طاهر، 8 سازمان بین المللی از حکومت تاجیکستان خواستند که مسئولیت‌های بین المللی خود را اجرا کند، تعقیب پیوسته و شکنجه هدفمندانه پامیری ها را خاتمه دهد و به فعالان زندانی از بدخشان یاری پزشکی مناسب رساند. همزمان از کشورهای عضو سازمان ملل، اتحاد اروپا و فعالان بین المللی دعوت شده است که تاجیکستان را برای رهایی پامیری ها وادار کنند. بازداشتن نقش رهبری تاجیکستان در نشست‌های جهانی در مورد اقلیم و آب و پریخ‌ها، حمایت پناهجویان پامیری، همکاری با دادگاه بین المللی جنایی در پیوند به شکایت ضد حکومت تاجیکستان و آغاز تحریم‌های هدفمند و منع سفری منصبداران بلندپایه تاجیکی در سرکوب منتظم دست دارند از درخواست‌های دیگری حامیان حقوق بشر از کشورها و سازمان‌های بین المللی است. در حالی که واکنش‌های مقامات دسترس نیست، پیمان ملی، یک ائتلاف سازمان‌های مخالف که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است، در اعلامیه گفت که در همبستگی با 8 سازمان با نفوذ نقض فاجعه بار حقوق بشر مردم پامیر را محکوم می‌کند. تشکر همکارم کیومرث سیاتو درباره احوال فعالان بدخشانی و هم درباره مراجعت سازمان‌های حامی حقوق برای رعایت حقوق این فعالان در تاجیکستان صحبت می‌کرد.